این هفته خبر تو خبر داره براتون از پایان تعطیلات کریسمس و حول و ولای عظما برای ادامه زهرخوری. طبق معمول جواد زخیم تلو خوران میره دنبال پپسی باز کردن برای مماشاتچی‌های تاریخ در رفته تا شاید بتونه تناب تحریم ها رو از گردن سیدعلی باز کنه. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نشست سوریه نیز خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 هیچ پیش شرطی را نمیپذیرد، اما اگر به این نشست دعوت شود نقشی فعال در آن ایفا خواهد نمود. میتوان منتظر ماند و دید که در شدت رفتار بدخواهانه انگلیس علیه ملت ایران آیا اندک تغییری حاصل می شود؟ اما با خط خوردن اسم نظام سیدعلی از لیست مدعوین نشست ژنو 2 معلوم شد که عظما هنوز باید بیشتر از اینا زهر بخوره که همین دلواپسی خواب شب رو هم از چشمش رو بوده. نگرونم که نخوابی شب و با خیال راحت تنها دم تو باشه شب و تیک تیکای ساعت نگرونم که نخوابی شب و با خیال راحت تنها دم تو باشه شب و تیک تیکای ساعت. اون طرف سکه دردهای خارجی عظما دردهای داخلیشه که یکی از اونها موجودی به اسم فیسبوکه که هر کار میکنن با نظام سیدعلی جور در نمیاد و هر روز به یک مارک جدید مزینش میکنن. من خیلی موافق شبکه اجتماعی ام، ولی همونطور که گفتید شدیداً مخالف فیسبوک هستم. میگه فیسبوک مخوفترین و پیچیده ترین شبکه جاسوسی آمریکاست. خب من چجوری میتونم با این موافق باشم؟ و چیزی است که من این رو به عینه به عنوان کسی که مسئول این ارتباطات بوده از اون بالا وقتی نگاه میکنم، محتوای این رو نگاه میکنم، میبینم اینا رو. یعنی میبینم چجوری حریم خصوصی افراد در دنیا داره نقض میشه. حالا ببینیم که زیر صدارت این طرفدار حریم خصوصی وضعیت اینترنت در ایران چقدر پیشرفت کرده و در چه سطحی قرار داره. وضعیت اینترنت ایران بدتر از اتیوپی و گابون هست. بهتر از کجا هست؟ من این خیلی آماره خوبی در این گزارش. نیمه پر لیوان میشه یا نه؟ ببینیم خوشبینانه هم میشه نگاه نه کرد. نگاه نکنیم بهتره. این وسط در میان جنگ جناحی گرگ‌های نظام یه دزدی دونه درشت هم رو شد که مجبور شدن سرباز ژیگول ولایت یعنی میلیاردری به نام بابک زنجانی رو بفرستن اوین و حالا موندن که باهاش چیکار بکنن. آزادی بابک زنجانی با ارائه وثیقه ممکن نیست. بعضی افراد بیکار خداوکیلی در این بیکار تو خونه هستن، سرما هستن، دست به ساختن شایعه نزنن، نشینن شایعه بسازن که ما شنیدیم که آقای بابک زنجانی تا وارد اوین شده گفته کل اوین چند. آخوندایی مثل این آخوند شیکنبه هم برای ماستمالی کردن این دزدی‌ها اینجوری نعل وارونه میزنن. اگر کسی بره در مغازه قصابی انگشت روی گوشت بگذاره، به قصاب بگه از اینجای گوشت به من بده و قصاب ناراحت بشه که چرا این آقا بهداشت رو رعایت نکرد، انگشت رو گوشت من گذاشت و گوشت رو کشید و داد و برد، اون مقدار چربی چسبیده به انگشت و قیامت خدا حساب میکنه. آخرین کشف آخوند جوکر درباره تمام شدن دوران اسطوره ها. احتمالاً بعد از روزه این یارو دیگه مجوز شاهنامه رو هم لغو میکنن. اسطوره میدونید چیه؟ قضایایی که مرحوم فردوسی نقل میکنه. رستم دستان، سام نریمان، اسفندیار رویینتن، حسین کرد شبستری، امیر ارسلان، بشمارم اینا اسطوره است. اینا کهنه شدن. شما از اینا نمیتونید استفاده کنید. من پسرم را بیام خرجش بکنم مثل سهراب تربیتش کنم، پسری رستم مثل سهراب، بازواب کلو
پیچیده، سینه به این پهنی، کمر بدون باریکی، کوهی از انسان پدید بیاد. رستم درست کنیم جامعه ما. حالا دیر آمدی ای نگار سرمست. یه وقتی زوبین به کار می بردیم، نیزه پرت میکردیم، وابسته به بازو ستبر بود. هرچه بازو قوی‌تر بود برد زوبین بیشتر بود، شدت برخورد نیزه زیادتر بود. حالا خود نیزه نی لیزره. حالا اگر از دوران اسطوره ها بیرون اومدی، میرسی به دوران عتیقه ها و جدیدترین تعریف از برابری زن و مرد تو عتیقه فروشی آخوندا. خیلی ساده میگم، کارها تو عالم بر دو دسته‌ایه. کارهای نرم افزاری و کارهای سخت افزاری. کارهای نرم افزاری قطعاً به عهده زنان باید باشه، مگری که ضرورتی اقتضا بکنه نباشه زنی، مرد بره انجام بده. ولی بازاریابی کار زنان نیست. رانندگی ماشینی سنگین کار زنان نیست. بعد کار مهندسی عمران کار خانم‌ها نیست. زنها میخواید با مردم مسابقه بدید، 10 تا مسابقه رو خدا گفته برید با هم دیگه مسابقه بدید، روی مردان هم کم بکنید. ولی مسابقات فوتبال کار زنان نیست، والیبال کار زنان نیست. ولی دنبال قهرمان بازی و کم کردن روی مردا نباشه. به خودشون لطفه میکنن. میتونن حرف منو امول بازی بزنن کنار، اشکال نداره. تو عتیقه فروشی آخوندی تا به حال همه جور نجس و پاک دیده بودی، الا کفش و لباس که اون رو هم الان به دکونشون اضافه کردن. این چرم‌هایی که از کشورهای خارجی میارن، چون ما نمیدونیم، ممکن هست ذبح شده باشه، ممکن هست تسکیه شده باشه، ولی احراز نکردیم دیگه. خوردن گوشتش رو نمیتونیم، چون عرض کردیم در خوردن گوشت باید احراز بکنیم، چون احراز نکردیم خوردنش اشکال داره. اما به عنوان نجس یا پاک فرمودن اینا محکوم به طهارتن. لذا این چرمایی که میاد، این مثلا کفش ها، لباس ها یا مثلا هر محصولی که میاد، اگه ما یه موقع یقین داریم که تسکیه انجام نشده، یقین داریم، خب این نجسه. هفته پیش این حجت الاسلام ولایت محور اومد مجیز ولی فقیه رو بگه که کله ملق زد. به خاطر همین دوباره آوردنش تا اون سوتی رو رفع و رجوع کنه که بدتر شد. یه سخنی هم که جلسه گذشته نگفتم و امروز خوبه خدمت عزیزان عرض بکنم. ولایت مطلق فقیه یعنی انعطاف پذیری، یعنی اون جاهایی که مشکل وجود داره و قانون دیگه نمیتونه مسئله رو حل بکنه، این انعطاف در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت مطلق فقیه وجود داره که بتونه این بنبست رو باز کنه. یعنی قرار نیستش که هرچی که خواستن، خدا اینو کرده، اگر مخالفت با شریعت هم داشت ما بگیم چون مردم میخوان. یکی از ضعفای حکومت دموکراسی همینه، این بخش نداره. آره، این هستش که در حکومت‌های دموکراسی میگن خواست مردم ملاک و معیار. مشروعیت یک حکومت هم اقبال و خواست مردمه. اما آیا این در حکومت اسلامی این مردم هستن به حکومت مشروعیت میدن یا مشروعیت از حوزه دینه؟ احتمالاً این آخونده اگه دوباره دیگه از این سوتیا بده، دیگه باید یه فکری برای زبونش بکنه و از این همپالگیش رهنمود بگیره. یه بار نگام افتاد دیدم وسط زبون آیت الله قاضی کبوده. گفتم آقا این چیه؟ فرمود من 25 سال به خاطر اینکه تسلط به زبانم پیدا بکنم و 25 سال ریگ تو دهنم گذاشتم. در نتیجه این ریگ تو زبون گذاشتن، زبون آخونده به این روز افتاد. وقتی دکاندارهای دین فروش بازارشون کساد میشه، اون وقت میفتن به مثالهای بی ربطی که مرغ پخته رو هم به خنده وامی داره. گفتن آموزش هایی که میدادن آموزش خوبم هست. میگه یه توپ دارم قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه، بزنم زمین هوا میره، نمیدونه تا کجا میره. یعنی اگه انسان از خویشتن بکنه به یه جاهای میرسه و به همون میرسه. به کجا میرسه؟ یک هشدار جدی:
خطر بنیادگرایی گریبانگیر گوجه فرنگی هم شد. و یک گروهی در مصر به مسلمانان نسبت به خوردن بادنجان رومی هشدار داده و اعلام کرده که این یک میوه مسیحی است. و گزارش پایگاه خبری نیو لبنان، این گروه بر این مبنا که در صورت تقسیم گوجه فرنگی به دو نیم شکل داخل آن شبیه به صلیب است، پس بادنجان رومی یک میوه مسیحی است و خوردن آن حرام است. در صفحه فیسبوکش تصویری از یک بادنجان رومی نصف شده و شکل صلیبی داخل آن را به نمایش گذاشته است. در پیامی که در صفحه این جامعه منتشر شده آمده، خوردن بادنجان رومی به این دلیل ممنوع است که این میوه مسیحی است. این گروه همچنین در پاسخ به موج انتقادات از این فتوای عجیب مجبور شده عنوان کند اگر گوجه فرنگی را طوری ببرید که داخل آن شبیه به صلیب نشود، میتوان آن را خورد. توی تلویزیون خارجی کشوری نظام وقتی میخوان جذابیت ایجاد کنن، کارهایی میکنن که مخ بیننده سالم هنگ میکنه. روی میز میشه رفت؟ جان بله مشکل نداره. اگر بذار ببینم احتمال شکستن داره. بله نه بگیرید. بله دکور صحنه رو آقای ببخشید. این عمودی کرم ورمی کمپوست. من میتونم اینجا حرکت بزنم. ببینید کرم ورمی کمپوست یه افقی هم داره. یه همچین حالتی وقتی که بحث هجرت رو داریم میگیم دیگه، وقتی که اینطوری قرار میگیره اینجوری تجمیع صدا منو دارین؟ بله کرم ورمی کمپوست یه همچین حالتی داره. یه همچین حالتی شروع میکنه به رجعت، این هجرتشه. بعد وقتی برمیگرده میشه رجعت که ما بهش میگیم مسافر. من عذرخواهی میکنم جناب من معذرت میخوام اگر محبت کنید. تو تلویزیون خارج کشوری این اداها رو در میارن، ولی برای بسیجی‌های داخل کشور این مجری رو آوردن که متخصص آبگوره‌گیری مصنوعیه و احتمالاً حقوقش رو بر اساس تعداد قطرات اشک در هر برنامه‌اش حساب میکنن. قبر تاریک دیگه، خب یک گودالیه، ما که عادتی نداریم. 1.5 متر اگر عمقش باشه، مثلا چه مقدار ارزش باشه، اینها معصوم میگه ابکیل وحشت قبری، ابکیل ظلمت ضیق لحدی و ظلمت قبری. این روایت رو بشارتاً برای چرا به جای گلباران تیرباران کردن؟ وقتی هم که شور آبگوره‌گیری مصنوعی رو در میاره، مجبور میشه خودش هم همین رو به زبون بیاره. من تعمداً این اشکار رو پاکش نمی‌کنم. تازه اینجوری داریم قیمت پیدا می‌کنیم، ارزش پیدا می‌کنیم. بذار اونایی هم که فکر می‌کنن که ریا باشه. در پایان توجه شما رو به یک دوربین مخفی به سبک ژاپنی‌ها دعوت می‌کنیم که هرچند آخر خط تکنولوژیه، ولی ممکنه خیلی مطلوب اونایی که موضوع این شوخی قرار میگیرن نباشه. Rami!